تصاویری که بامداد روز جمعه 23 مرداد ماه منتشر شده، لحظه رهگیری و انهدام پهپادهای انتحاری رو نشون میده. این پهپادها توی آسمون اربیل توسط نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا هدف قرار گرفتن. به گفته سازمان مبارزه با تروریسم اقلیم کردستان عراق، نیروهای ائتلاف 3 پهپاد انتحاری رو رهگیری و منهدم کردند. توی بیانیه این سازمان اومده که این عملیات تلفات جانی یا خسارت مادی نداشته. مبدأ پرتاب این پهپادها هم اعلام نشده. کانال صنفی معلمان ایران در تهران توی بیانیه فشارها روی جامعه معلمان رو محکوم کرد. این گروه میگه جمهوری اسلامی همزمان با جنگ‌های منطقه‌ای یه جنگ دیگر رو با جامعه مدنی و نیروهای مستقل شروع کرده. این بیانیه روی تشدید فشارها روی معلمان تأکید کرده. ایالات متحده اوراق قرضه 30 ساله رو با بالاترین نرخ استقراض از سال 2001 به فروش رسونده. به گفته خبرگزاری رویترز، این اتفاق روی کسری بودجه و تورم اثر میذاره و وضعیت تقاضای سرمایه گذاران نشون میده. جزئیات بیشتر این گزارش تو پادکست رویترز مورنین بعد منتشر شده. حسین خواجه امیری، خواننده پیشکسوت و نامدار موسیقی ایران که با نام هنری ایرج شناخته میشد، روز جمعه 23 مرداد ماه به خاک سپرده شد. مراسم تشییع این هنرمند از مقابل تالار وحدت شروع شد و بعد پیکرش رو به قطعه هنرمندان بهشت زهرا بردن. در این مراسم احسان خواجه امیری، پسر این هنرمند، درباره پدرش سخنرانی کرد و یک قطعه موسیقی اجرا کرد. قطعا اگر اینجا بود برای شما آواز میخونده امروز. آخرین درسی که توی زندگی به من داد عشق بود. عشق به ایران، عشق به شما. عاشق مردم ایران بود. من آرزو دارم که آن روی زیبا را ببینم. چه من بگویم و چه من نگویم، ایرج رو از تاریخ موسیقی و آواز این کشور نمیشه جدا کرد. حنجره بی‌نظیر و استثنایی خداداد که متر و معیار صدا بوده، هست و خواهد بود. در 12 سال بیشتر نداشتم. پرده‌ای بود نوشته بود استاد ایرج به زودی در این مکان اجرا خواهند داشت. بنده شاید 1 ماه تمام مدرسه رو ترک کردم و دم اون محل کوچه سپاهان نام میبرم ایستادم که اگر قرار ایشون رو زیارت بکنم در اون مکان زیارت بکنم. یه بیانیه تازه منتشر شده که توش از جنگ یک طرفه جمهوری اسلامی علیه جامعه ایران حرف زده شده. این بیانیه میگه افزایش آمار اعدام زندانی‌های سیاسی و صدور احکام سنگین قضایی از نشانه‌های این وضعیته. تشدید فشارهای امنیتی و گسترش فضای ترس و ارعاب هم تو این بیانیه ذکر شده.
پهپادهای اوکراینی شب گذشته بندر استوگا رو در دریای بالتیک هدف قرار دادند. بر اثر این حمله مجتمع میعانات گازی شرکت نواتک آسیب دیده. این بندر یکی از نقاط مهم روسیه برای صادرات انرژیه. در شهر سئول بازار گوشت سگ به روزهای آخرش رسیده. این بازار که به اسم موران شناخته میشه به زودی به طور کامل ممنوع میشه. به گفته پادکست اخبار جهانی رویترز، فضای این بازار تو روزهای آخر تلخ و شیرینه. مشتریهای قدیمی این بازار الان تو حسرت و غم هستن. این ممنوعیت پایان یک سنت قدیمی در کره جنوبی به حساب میاد. جنگ جمهوری اسلامی اقتصاد کشورهای خلیج به فارس رو تحت فشار قرار داده. به گفته خبرگزاری رویترز، این وضعیت باعث شده استعدادهای خلاق لبنان هم آسیب جدی ببینند. این گزارش تأثیرات گسترده درگیری‌های منطقه رو روی نیروی کار متخصص نشون میده. یه پهپاد روسی توسط یک جت میگ 29 نیروی هوایی اوکراین سرنگون شد. این پهپاد لحظاتی بعد از سقوط در پشت جت مهاجم منفجر شد. جزئیات بیشتری درباره این اتفاق منتشر نشده. پنتاگون قراردادهای تازه‌ای رو واسه گسترش تولید راهگیرهای اسام-3 امضا کرده. این قراردادها شامل مدل‌های بلاک 2ای و بلاک آیبی میشه. این راهگیرهای دریاپایه نقش حیاتی تو سیستم دفاع موشکی دارن. جزئیات بیشتر این قراردادها هنوز منتشر نشده. وزیر امنیت داخلی آمریکا انتقادهای کنگره از عملکرد ماموران مهاجرتی رو رد کرد. به گفته این مقام، این نهاد فقط قوانین مصوب مجلس رو اجرا میکنه. وزیر امنیت داخلی میگه اگه کنگره از این قوانین ناراضی هست، اختیار تغییر اونها رو داره. به گفته اون، ماموران تو دوران ریاست جمهوری ترامپ روی بازداشت خطرناکترین افراد تمرکز کردند. این مقام اعلام کرد 70% افرادی که با اونها مواجه میشن اتهام جنایی یا سابقه حبس دارن. ICE didn't make these laws. ICE is enforcing the laws that Congress is going out there complaining about. Yeah. We're simply enforcing the laws that Congress passed. If that Congress doesn't like that, then they have the ability to change it. But my men and women that I had the privilege to serve with every single day underneath President Trump's leadership, we're going out there and we're arresting the worst of the worst. 70% of the people we encounter every day have a felony charge or have been charged or have already served time for a felony that we're deporting. یه مرد 68 ساله تو ایالت کالیفرنیا کشته شده. این مرد رو یه مهاجر غیرقانونی با ضربات چاقو تو حیاط جلوی خونش به قتل رسوندن. قاتل فقط یه روز پیش از زندان آزاد شده بود. قاضی نیکل هولمز که منسوب شهر نیوسام هست، تصمیم گرفته بود مارکوس اریارت والز رو آزاد کنه. این شخص تبعه ونزوئلاست و پرونده بازداشتش به خاطر سرقت بوده. حالا منتقدان میگن این اتفاق قابل پیشگیری بود و سیاست‌های شهر پناهگاه رو به چالش کشیدن. جان بولتون میگه قرار نیست جمهوری اسلامی توی سینی نقره به اپوزیسیون تقدیم بشه. همزمان اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، از تحمیل یک انزوای اقتصادی بی‌سابقه علیه جمهوری اسلامی توسط آمریکا خبر داده. به گفته خبرگزاری امارات، اتحادیه عرب داره حمله جمهوری اسلامی به 2 نفتکش امارات رو بررسی میکنه. توی یه خبر دیگه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفتگوی وزیر خزانه‌داری با نیوزمکس رو مورد توجه قرار داده. در بخش محیط زیست، محمد رضا کنعانی، مدیر کل حفاظت محیط زیست مازندران، تراز آب دریای خزر رو به پایین‌ترین سطح اعلام کرده. ایالات متحده اوراق قرضه 30 ساله رو با بالاترین نرخ استقراض از سال 2001 به فروش رسونده. به گفته خبرگزاری رویترز، این اتفاق روی کسری بودجه و تورم اثر میذاره و وضعیت تقاضای سرمایه گذاران نشون میده. جزئیات بیشتر این گزارش تو پادکست رویترز مورنین بعد منتشر شده. روسیه پیشنهاد اوکراین برای آتشبس موقتی تو دریای سیاه رو رد کرد. مسکو میگه هیچ مبنایی برای توافق وجود نداره و روی موضع خودش پافشاری میکنه. این پیشنهاد برای مهار نبردی بود که تو 2 ماه گذشته به دست کم 50 تا کشتی باری حمله شده. با رد این طرح،
حملات به بنادر و شناورهای هر دو طرف تشدید شده. این وضعیت میتونه صادرات حیاتی غلات رو تهدید کنه. این اتفاق ممکنه بازارهای جهانی غذا رو به خطر بندازه. مارکوین مالین، وزیر امنیت داخلی، یه دیدار تازه با رئیس جمهور ترامپ تو دفتر بیزی داشت. این دو مقام روی استراتژی برای از بین بردن شهرهای پناهگاه توافق کردند. به گفته مارکوین مالین، مقام‌های این شهرها باید زندانی بشن. وزیر امنیت داخلی میگه کنگره باید اقدام کنه تا این شهرها منحل بشن. Wednesday in the Oval Office about what tools do we have to be able to really put pressure on sanctuary cities, and it's crazy to think to enforce them to live by law and order. I mean, you shouldn't have to do that, but this is how radical the Democrat Party has become. We spend most of our time in ICE in these sanctuary cities going after individuals that are illegally in this country that's been released by the state or the city in these sanctuary cities that we have put detainers on. These are rapists, these are child molesters, these are murderers, these are sex traffickers, these are drug cartels, these are gang members, these are terrorists that are terrorizing our community, and in sanctuary cities they're literally releasing them back onto the streets. And so in this particular case, we've asked the state of California, hey, are you kidding me? Give us this guy back, let us deport him, but they're refusing. In Colorado, I was in Colorado last week. In Colorado, there was a sheriff there that was being prosecuted by the state, fining him $50,000 because he released an illegal into ICE's custody that was I don't know. I'm trying to figure out if I can actually say what he was being released for, but it was a very serious crime. And the issue that they had is they said it was against state law to participate with federal agents. And you're going, we're not, ICE didn't make these laws. ICE is enforcing the laws that Congress is going out there complaining about. Yeah. We're simply enforcing the laws that Congress passed. If that Congress doesn't like that, then they have the ability to change it. But my men and women that I had the privilege to serve with every single day underneath President Trump's leadership, we're going out there and we're arresting the worst of the worst. 70% of the people we encounter every day have a felony charge or have been charged or have already served time for a felony that we're deporting. شرکت دیزنی استراتژی پارک‌های موضوعی خودش رو بررسی میکنه. به گفته وبگاه اکسیس، این بررسی روی روش‌های ساخته دنیای پارک‌ها تمرکز داره. هدف از این کار تغییر در نحوه مدیریت این مجموعه هاست. بامداد 18 مرداد ماه، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران 3 برادر عرب اهل سنت رو بازداشت کردند. این 3 نفر که جهاد، باقر و فواد شاوردی نام دارن، تو شهرستان شادگان دستگیر شدن. یاسین اهوازی قبیشی، فعال حقوق بشر اهوازی، درباره این اتفاق با ما صحبت کرده. این بازداشت‌ها تو منطقه خوزستان صورت گرفته. یاسین اهوازی قبیشی، فعال حقوق بشر اهوازی از کوپنهاگ دانمارک همراه ما هستن. سلام میکنم به شما. درباره نحوه بازداشت این 3 برادر در شادگان به دست ماموران اطلاعات سپاه چه اطلاعاتی داریم و پیگیری خانواده‌های اونها برای اطلاع از وضعیت اونها به کجا رسیده؟ شما و بینندگانتون عرض کنم قبل از که من به سوال شما جواب بدم عرض کنم که همین 4 ساعت پیش خبر اومد که یک جوان 38 ساله عرب به نام عدنان شناوی در ماهشهر بعد از اینکه از کار اخراج شد و 1 ماه در به در بود امروز خودکشی کرد به دلیلی که نمیتونست که یه خانواده 5 نفر به گردنش بود، مادر و برادر و خواهر، و نمیتونست اونها را نان بده چون کاری نداشت و هیچ جا کارگیرش نمی‌آمد، دست به خودکشی زد. عدنان شناوی. در رابطه با سوالتون عرض کنم که این 3 برادری که شما نام بردید و هر کدام هر 3 متأهل هستند و دارای 40 28 و 26 سال هستند. اینها در سابق اینا فعالین مدنی و فرهنگی هستند که سابق در همین شهر فلاحیه یا شادگان فعالیت فرهنگی داشتن در رابطه با حقوق اجتماعی مردم، کار و همچنین خواست این بودم که هم شاید یک مسجدی بتونن برای اهل سنت اون شهر تهیه بکنند که مورد به اصطلاح دستگیری وزارت اطلاعات قرار
گرفتن سال گذشته و بعد از شکنجه‌های متعدد بالاخره با وثیقه اینا آزاد شدن تا اینکه همطور که شما گفتید در 9 آگوست 18 مرداد اینها دستگیر شدند و تا این لحظه از خبرش هم هیچ خبری از اونها نیست و بدتر از این که اینا را وقتی که ساعت 4 صبح 9 آگوست یا 18 مرداد به خانهشون هم یورش بردن شبانه با ضرب و شتم، حتی پدر مادر اینها را هم کتک زدن و حتی تهدید کردن پدر مادر که اگه شما به جای شکایت بکنید یا به صورت با رسانه‌های خارجی و به قول خودشون معاند و ضد انقلاب هم تماس بگیرید، ما طرفیش سر بچه‌هاتون در میاریم. این است که شهر از دیروز تا حالا یک حالت جو امنیتی داره و اخباری هم که الان به دست میرسه این است که الان مثلا در سر هر کوچه و خیابان در همین شهر شادگان یا فلاحیه یک ماشین بسیج افراد مسلح و بعضیشون هم با چهره‌های افغانی اونجا دیده شدن و مرتب SMS میفرستن برای بعضی دیگر از فعالینی که در ارتباط با اینها بودن، هم حتی تهدیدآمیز، یعنی SMS-های تهدیدآمیز و که نوبت شما هم خواهد رسید. در خدمتم. طی 4 ماه گذشته فشار بر جامعه اهل سنت بیشتر هم شده، مجموعی از بازداشت‌ها رو شاهد بودیم. علت این برخوردهای قضایی رو چی میدونید شما؟ بله، در همون که شما گفتید در 3 یا 4 ماه اخیر بسیاری از این اهل سنت دستگیر شدن. 14 نفر 13 نفر در کوت عبدالله، شهر کوت عبدالله دستگیر شدن همین ماه گذشته بود. 1 ماه و نیم گذشته 9 نفر در حمیدیه دستگیر شدن و 4 نفر هم در آبادان دستگیر شدن. و علتش این هستش که این در ارتباط با همون سرکوب عمومی هستش که در سراسر ایران دارن اجرا میشه با حکم اعدام هایی که حکم اعدام هایی که داره اجرا میشه که بتونن مردم را بترسونه و از اعتراضات در آینده در جامعه جلوگیری میشن، چون وزارت اطلاعات اینو ابلاغ کرده، یعنی در اینطور که خبر آمده که تعرضات و اعتراضات عمومی در راه هستش به دلیل معیشت سختی و گرانی و بیکاری که هم در استان خوزستان و هم در جاهای تمامی ایران در حال گسترش هستش. و این دلیل دستگیری ها و این اعدام ها رو دارن گسترش میدن که مردم رو بترسونن. بسیار ممنونم از توضیحاتون. یاسین اهوازی قبیشی، فعال حقوق بشر اهوازی از کوپنهاگ دانمارک. حسین خواجه امیری، خواننده پیشکسوت و نامدار موسیقی ایران که با نام هنری ایرج شناخته میشد، روز جمعه 23 مرداد ماه به خاک سپرده شد. مراسم تشییع این هنرمند از مقابل تالار وحدت شروع شد و بعد پیکرش رو به قطعه هنرمندان بهشت زهرا بردن. در این مراسم احسان خواجه امیری، پسر این هنرمند، درباره پدرش سخنرانی کرد و یک قطعه موسیقی اجرا کرد. قطعا اگر اینجا بود برای شما آواز میخونده امروز. آخرین درسی که توی زندگی به من داد عشق بود، عشق به ایران، عشق به شما. عاشق مردم ایران بود. من آرزو دارم که آن روی زیبا را ببینم، چه من بگویم و چه من نگویم. ایرج رو از تاریخ موسیقی و آواز این کشور نمیشه جدا کرد. حنجره بی‌نظیر و استثنایی خداداد که متر و معیار صدا بوده، هست و خواهد بود. در 12 سال بیشتر نداشتم. پرده‌ای بود نوشته بود استاد ایرج به زودی در این مکان اجرا خواهند داشت. بنده شاید 1 ماه تمام مدرسه رو ترک کردم و دم اون محل کوچه سپاهان نام میبرم ایستادم که اگر
قرار ایشون رو زیارت بکنم در اون مکان زیارت بکنم. شرکت آمریکایی التری هاریس یه سلاح جدید برای مقابله با دسته‌های پهپادی ساخته. این شرکت حسگرهای سریع وسکمامکس رو توی سامانه ضد پهپاد ویمپایر ادغام کرده. این فناوری برای عملیات‌های زمینی، دریایی و هوایی طراحی شده. به گفته این شرکت، سامانه جدید شناسایی و انهدام پهپادها رو با نظارت الکترواپتیکال و سرعت بیشتر ممکن می‌کنه. ظهور دسته‌های پهپادی ارزون قیمت ارتش‌ها رو مجبور کرده تا نسل جدیدی از سامانه‌های دفاعی رو توسعه بدن. در سواحل شهر سینوپ ترکیه، یه مرد در یه استوانه زنگ زده رو از دریای سیاه بیرون کشید و آورد روی ساحل. گزارش‌ها میگن این شی پیشران مرحله اول یه موشک زمین به هوای پانسیر S1 روسیه است. این قطعه موشک از اونهایی که بعد از شلیک مصرف شدن و به دریا افتادن. توی شهر مشهد بین یه سری از حاضران در صحنه امام هشتم هیئت‌های مذهبی درگیری با چوب پیش اومده. دبیر شورای تأمین خراسان رضوی میگه این درگیری 2 نفر مصدوم بر جای گذاشته. خبرگزاری فارس میگه این اتفاق توی فضای بیرون از حرم رضوی رخ داده. این خبرگزاری ادعا کرده که توی داخل حرم اصلاً اجازه حمل چوب داده نمیشه. خبرگزاری فارس این درگیری رو نتیجه اختلافات سلیقه‌ای یا خستگی ناشی از گرما دونسته. شرکت آنتروپیک در حال مذاکره برای خرید استارتاپ اسرائیلی دکارت است. مبلغ این معامله حدود 6 میلیارد دلار تخمین زده میشه. شرکت دکارت سال 2023 تأسیس شده و تو کمتر از 3 سال به جایگاه مهمی رسیده. این شرکت قبلا از غول‌های فناوری مثل انویدیا سرمایه جذب کرده بود. ارزش این استارتاپ پیش از این معامله 4 میلیارد دلار تخمین زده میشد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ خرابکاری در بنای یادبود جنگ جهانی دوم رو یه توهین بزرگ دونسته. این اتفاق بعد از اون افتاد که یه گروه روی این بنا رنگ پاشیدن. به گفته دونالد ترامپ این کار توهینی به قهرمان‌های آمریکایی که تو جنگ جهانی دوم جونشون رو از دست دادن. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده که نیروهای امنیتی در تعقیب این افراد هستند. روسیه عقب نشینی نکرده و روی مواضع خودش پافشاری میکنه. مسکو پیشنهاد اوکراین برای یه آتش بس موقت تو دریای سیاه رو رد کرده. این پیشنهاد برای کم کردن حملات به کشتی‌های باری تو 2 ماه اخیر ارائه شده بود. روسیه میگه هیچ مبنایی برای توافق وجود نداره. با زیاد شدن حملات به بنادر و شناورها، صادرات غلات و امنیت بازارهای جهانی غذا به خطر افتاده. وزارت دارایی فرانسه اعلام کرد که یه حمله سایبری به سیستم‌هاش صورت گرفته. توی این حمله داده‌های مالیات دهنده‌های فرانسوی به سرقت رفته. به گفته خبرگزاری رویترز، این اطلاعات حساس از دیتابیس‌های دولتی برداشته شده. هنوز مشخص نیست چه مقدار از این داده‌ها لو رفته. مقامات فرانسوی دارن ابعاد این سرقت اطلاعاتی رو بررسی میکنن. بامداد 18 مرداد ماه، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران 3 برادر عرب اهل سنت رو بازداشت کردند. این 3 نفر که جهاد، باقر و فواد شاوردی نام دارن، تو شهرستان شادگان دستگیر شدن. یاسین اهوازی قبیشی، فعال حقوق بشر اهوازی، درباره این اتفاق با ما صحبت کرده. این بازداشت‌ها تو منطقه خوزستان صورت گرفته. یاسین اهوازی قبیشی، فعال حقوق بشر اهوازی از کپنهاگ دانمارک همراه ما هستن. سلام میکنم به شما. درباره نحوه بازداشت این 3 برادر در
شادگان به دست ماموران اطلاعات سپاه، چه اطلاعاتی داریم و پیگیری خانواده های اونها برای اطلاع از وضعیت اونها به کجا رسیده؟ شما و بینندگانتون عرض کنم، قبل از که من به سوال شما جواب بدم عرض کنم که همین 4 ساعت پیش خبر اومد هم که یک جوان 38 ساله عرب به نام عدنان شناوی در ماهشهر بعد از اینکه از کار اخراج شد و 1 ماه در به در بود امروز خودکشی کرد به دلیلی که نمیتونست که یه خانواده 5 نفر به گردنش بود، مادر و برادر و خواهر، و نمیتونست اونها را نان بده چون کاری نداشت و هیچ جا کار گیرش نمی‌آمد، دست به خودکشی زد. عدنان شناوی. در رابطه با سوالتون عرض کنم که این 3 برادری که شما نام بردید و هر کدام هر 3 متأهل هستند و دارای 40 28 و 26 سال هستند. اینها در سابق اینا فعالین مدنی و به اصطلاح فرهنگی هستند که سابق در همین شهر فلاحیه یا شادگان فعالیت‌های فرهنگی داشتن در رابطه با حقوق اجتماعی مردم، کار و همچنین خواست این بودم که هم شاید یک مسجدی بتونن برای اهل سنت اون شهر تهیه بکنند که مورد به اصطلاح دستگیری وزارت اطلاعات قرار گرفتن سال گذشته و بعد از شکنجه‌های متعدد بالاخره با وثیقین آزاد شدند تا اینکه همطور که شما گفتید در 9 آگوست 18 مرداد اینها دستگیر شدند و تا این لحظه از خبرش هم هیچ خبری از اونها نیست و بدتر از این که اینا را وقتی که ساعت 4 صبح 9 آگوست یا 18 مرداد به خانهشون هم یورش بردن شبانه با ضرب و شتم، حتی پدر مادر اینها را هم کتک زدن و حتی تهدید کردن پدر مادر که اگه شما به جای شکایت بکنید یا به صورت با رسانه‌های خارجی و به قول خودشون معاند و ضد انقلاب هم تماس بگیرید، ما طرفیش سر بچه‌هاتون در میاریم. این است که شهر اون از دیروز تا حالا یک حالت جو امنیتی داره و اخباری هم که الان به دست میرسه این است که الان مثلا در سر هر کوچه و خیابان در همین شهر شادگان یا فلاحیه یک ماشین بسیج افراد مسلح و بعضیاشون هم با چهره‌های افغانی اونجا دیده شدن و مرتب SMS میفرستن برای بعضی دیگر از فعالینی که در ارتباط با اینها بودند، هم حتی تهدیدآمیز، یعنی SMS-های تهدیدآمیز و که نوبت شما هم خواهد رسید. در خدمتم. طی 4 ماه گذشته فشار بر جامعه اهل سنت بیشتر هم شده، مجموعی از بازداشت‌ها رو شاهد بودیم. علت این برخوردهای قضایی رو چی میدونید شما؟ بله، در همون که شما گفتید در 3 یا 4 ماه اخیر بسیاری از این اهل سنت دستگیر شدن، یا 14 نفر 13 نفر در کوت عبدالله، شهر کوت عبدالله دستگیر شدن همین ماه گذشته بود. 1 ماه و نیم گذشته 9 نفر در حمیدیه دستگیر شدن و 4 نفر هم در آبادان دستگیر شدن. و علتش این هستش که این در ارتباط با همون سرکوب عمومی هستش که در سراسر ایران دارن اجرا میشه با حکم اعدام هایی که حکم اعدام هایی که داره اجرا میشه که بتونن مردم را بترسونه و از اعتراضات در آینده در جامعه جلوگیری میشن، چون وزارت اطلاعات اینو ابلاغ کرده، یعنی در اینطور که خبر آمده که تعرضات و اعتراضات عمومی در راه هستش به دلیل معیشت سختی و گرانی و بیکاری که هم در استان خوزستان و هم در جاهای تمامی ایران در حال گسترش هستش. و این دلیل این دستگیری ها و این اعدام ها رو دارن گسترش میدن که مردم رو بترسونن. بسیار ممنونم از توضیحاتون. یاسین اهوازی قبیشی، فعال حقوق بشر اهوازی از کپنهاگ دانمارک. یک گروه از ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها تو شرایط فعلی و بعد از 2 دور درگیری نظامی تلاش می‌کنند 2 ملت رو به هم نزدیک کنند. اعضای بنیاد کوروش با برگزاری یه همایش تو تل‌آویو از برنامه‌هاشون برای حمایت از ایرانی‌های داخل کشور گفتن. این گزارش رو بابک اسحاقی، خبرنگار ایران اینترنشنال تهیه کرده. گروهی از ایرانیان خارج از کشور به همراهی متخصصان و پژوهشگران اسرائیلی در تلاش و برنامه ریزی برای یاری رساندن به مردم ایران در داخل کشور.
بنیادی به نام پادشاه آزادی بخش یهودیان کوروش بزرگ و پروژه‌ای به نام آفتاب. گروهی از ایرانیان وابسته به بنیاد کوروش به اسرائیل اومدن تا با اسرائیلی هایی که اونها هم متعلق به بنیاد کوروش هستند پروژه ای را برای یاری رسانی به مردم ایران برنامه ریزی بکنن. پروژه ای که بالای همه حکومت ها پلی بین مردم ایران و مردم اسرائیل بنا کنه. مردم ایران خارج از کشور به مردم ایران داخل کشور بتونن کمک بکنن و برای این کمک ما به کمک دوست دیرینه خودمون اسرائیل نیاز داشتیم. پس اینجا هستیم برای اینه که پروژه‌ای که تحت عنوان پروژه آفتاب در زیر مجموعه پروژه بزرگتر، پروژه مادر که صندوق کوروش اسم داره، اینجا معرفی بشه به کسانی که در داخل اسرائیل هستن. این پروژه رو متخصصین و نخبه‌های ایرانی، اسرائیلی و آمریکایی کنار همدیگه ایجاد کردن. ایرانی ها برادران ما هستند و از نظر ما کوروش که پدر ملت ایران است پدرخوانده ما نیز به شمار می رود. او پدر بیولوژیکی ما نیست، اما ما را به فرزندی پذیرفت. اگر او نبود ما امروز اینجا نبودیم. ما باید دین خود را از سر قدردانی به ملت ایران ادا کنیم و البته امروز هم در شرایطی قرار داریم که منافع مشترکی داریم. هم اسرائیلی ها و هم ایرانی ها با تعصب و موج افراطی‌گرایی مبارزه می کنند. افراط‌گرایی که انسانها را می کشد، مردم را سرکوب می کند، زنان را سرکوب می کند. ما نمی توانیم همچنان شاهد این باشیم که مردم ایران کشته، قتل عام و شکنجه می شوند. ما 6 پروژه در دست اجرا و بررسی داریم. یکی از اونها هم اکنون وارد مرحله عملیاتی شده و در حال اجراست. پروژه آفتاب. در این پروژه ما تنها مسیر قانونی موجود در حال حاضر رو ایجاد کردیم که از طریق اون یک ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان میتونه به خانواده‌اش در داخل ایران، به برادران و خواهرانش در ایران کمک کنه. این مسیر کاملا منطبق با قوانین و مقررات و کاملا تحت نظارته. این پیشرفته ترین پروژه ماست. یه پروژه دیگه ای داریم که هدف اون کمک به ایرانیان برای به اشتراک گذاری و دسترسی به اینترنت آزاد در داخل ایرانه. علاوه بر این چند پروژه دیگه نیز داریم که در مراحل مختلف شکل‌گیری و توسعه اولیه قرار داره. تقریبا نیم قرن هست که جمهوری اسلامی هیچ روابطی با اسرائیل نداره و کشور اسرائیل را دشمن خودش خطاب میکنه. اما همانطوری که میبینیم بسیاری از ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از ایران این باور را قبول ندارن و همچنان مردم اسرائیل را دوست و همپیمان خود می‌دانند. بابک اسحاقی، اسرائیل. یه پهپاد تو خاک رومانی سقوط کرده. به گفته وزارت دفاع این کشور، پهپاد تو نزدیکی شهر کلونکاویتا در استان تولچا سقوط کرده. این نقطه تو فاصله 5 کیلومتری مرز با اوکراینه. این خبر رو وزارت دفاع رومانی اعلام کرده. خانواده یلدا محمدخانی زادروز 17 سالگی این دختر رو بر سر مزارش جشن گرفتن. یلدا محمدخانی دانش آموز 16 ساله شامگاه 19 دی ماه 1404 در فردیس کشته شد. این اتفاق تو جریان انقلاب ملی شیر و خورشید و با شلیک مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی اتفاق افتاد. یه تحلیل جدید منتشر شده که فرصت پیش اومده رو بررسی میکنه. این تحلیل میگه حماس شرایط پذیرفته و حالا نوبت فشار فوریه. به گفته این تحلیل، دونالد ترامپ باید روی بنیامین نتانیاهو فشار بیاره تا با این شرایط موافقت کنه. این گزارش روی ضرورت سریع بودن این اقدام تاکید کرده. عربستان سعودی و کویت
حمله جمهوری اسلامی به 2 نفتکش شرکت ملی نفت ابوظبی رو محکوم کردند. این 2 نفتکش موقع عبور از تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفتند. وزارت خارجه سعودی این اقدام رو یک تنش‌زایی خطرناک و تهدیدی مستقیم برای امنیت دریانوردی و تأمین انرژی جهان میدونه. مقام‌های سعودی تاکید کردند که مسئولیت کامل پیامدهای این حمله بر عهده جمهوری اسلامیه. کره جنوبی از امروز مصرف گوشت سگ رو ممنوع میکنه. امروز آخرین روزیه که مردم این کشور میتونن از این گوشت استفاده کنن. به گفته پادکست خبرگزاری رویترز، حتی کسایی که از این تصمیم حمایت میکنن از پایان این سنت ابراز ناامیدی کردن. این سنت تا پیش از این تو تمام طول زندگی خیلی از مردم این کشور وجود داشته. گوشت سگ یه زمانی تو کره جنوبی یه غذای تابستونی محبوب بود. اما حالا این دولت ممنوعیت سراسری فروش این گوشت رو اعلام کرده. به گفته خبرگزاری رویترز، این قانون تا سال 2027 به طور کامل اجرا میشه. فروشنده ها و مشتری های قدیمی خودشون رو واسه آخرین فصل حضور این گوشت تو بازار آماده میکنن. این گزارش رو کیوسوک شین تهیه کرده. تبدم در گیت کنترل مشخص شده روی دستگاه دمایه. If you've never heard of Pungnal, you're not alone. These are traditionally considered the hottest days of the Korean summer, when people generally eat foods believed to restore energy and stamina. For decades, that included dog meat stew, but today is different. دریادار برد کوپر، فرمانده سنتکام آمریکا، خواستار تکرار حملات به جمهوری اسلامی شده. اون میخواد حملات مشترک آمریکا و اسرائیل دوباره شروع بشه. این حملات زیرساخت‌های نفت و گاز و برق جمهوری اسلامی رو هدف قرار میده. به گفته گزارش‌ها، کوپر این موضوع رو با مقام‌های ارشد ارتش اسرائیل در میان گذاشته. فرمانده سنتکام معتقده فشار روی این بخش‌ها جمهوری اسلامی رو مجبور میکنه موضعش رو تغییر بده. They considered the hottest days of the Korean summer, when people generally eat foods believed to restore energy and stamina. For decades, that included dog meat stew, but today is different. Here at Buran Market, once considered South Korea's best-known center for the dog meat trade, many people say they're taking part in what could be the final Pungnal. That is, before a nationwide dog meat ban takes full effect next February. At first glance, Buran Market still looks busy. The lunch crowds are here, the restaurants are full, and steaming pots are coming out of kitchens just as they have for decades. But look a little closer and the market tells a different story. The restaurant we're visiting today is one of the few places still known for dog meat stew, and on a day like this, many of its customers are still ordering it. Yet vendors say most businesses here have already moved on with demand declining. What's striking here is that many of the people who support ending the dog meat trade still describe today as emotional. One vendor became visibly upset when talking about some of the elderly customers who've been coming here for years, for decades, and still may never be able to legally eat the meat again. We spoke with one diner who said he traveled around Seoul looking for dog meat restaurants before the ban takes effect. I feel incredibly sad. This food was known to be good for people whose health isn't good, so I used to have it often, but now that they're removing this food, I feel very sad. In many ways, this is not just about the controversial food. It's a story about generational change in South Korea. The customers still seeking out dog meat are largely elderly, while younger Koreans have grown up with very different views about animals, pets, and food. The dog meat trade isn't disappearing overnight. There are still customers here, and there are still vendors serving them. I'm doing this business, but honestly, our dog meat culture is a somewhat backward kind of culture in this modern global society. Why else would the government have gotten so involved like this if it's not truly worth it? I think that's how it will go and should be going forward.
If our country wants to raise our national image and demonstrate our presence abroad, I believe this kind of thing shouldn't exist. But standing in Buran Market here today on one of the busiest days of the year for dog meat restaurants, it's hard to miss the sense that the tradition is already fading, even before the law finally brings it to an end. یه نظرسنجی تازه نشون میده که 73% مردم آمریکا با صوفی کانینگام هم نظرن. این افراد معتقدن مردایی که خودشون رو زن میدونن نباید توی ورزش زنان شرکت کنن. منبع این آمار مؤسسه پیو ریسرچه. توی این گزارش لیگ WNBA به خاطر تعریف اشتباه از واژه زن مورد انتقاد قرار گرفته. منتقدان میگن این لیگ تحت مدیریت لیبرال‌های وک قرار داره و باید تعریف درست از زن رو به جامعه آمریکا برگردونه. Today's meeting covered a wide range of topics, including ongoing discussions on transgender athletes and the continued hate and vitriol directed at players online. There are no immediate eligibility matters affecting the WNBA. Yes, there are. And we strongly denounce the bad faith efforts to use these topics to demean or marginalize others. In other words, we have no idea how to handle this. Well, they say there's no matters at hand they have to deal with. There are. Yes, too. Because with Enes Kanter and Royce White declaring their eligibility, right. I looked through the 409-page plea bargain, basically sort of constitution that the WNBA has. And it says that to be eligible, you have to be a, quote, woman. But in nowhere in all of that 409 pages does it define what a woman is. So ultimately, when they had a meeting yesterday, they should have just sat down and said, okay, item number one, what does the W in our name stand for? نیما غلامعلی پور، نماینده پارلمان سوئد، از وزیر دادگستری این کشور توضیح خواست. اون از نفوذ و فعالیت عوامل وابسته به جمهوری اسلامی و بقیه قدرت‌های خارجی تو سوئد پرسید. گونار استرومور، وزیر دادگستری، در پاسخ اینها رو تهدیدهای جدی علیه امنیت سوئد دونست. اون از افزایش نظارت روی منابع مالی خارجی و فعالیت نهادهای دینی خبر داد. مهران عباسیان، خبرنگار ایران اینترنشنال، جزئیات بیشتر این خبر رو دنبال میکنه. مهران عباسیان با ماست از استکهلم. جزئیات بیشتر رو از این جلسه پرسش و پاسخ در پارلمان سوئد از شما بشنویم مهران. ریحانه، این پرسش از طرف نیما غلامعلی پور نماینده پارلمان سوئد مطرح شد و خب خطابش هم به گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد بود. موضوع اصلی این بود که آیا سوئد باید قانونی داشته باشه که افراد، انجمن‌ها یا سازمان‌هایی که به نمایندگی از یک قدرت خارجی فعالیت می‌کنن مجبور باشن این ارتباط رو رسما ثبت و اعلام کنن یا نه. اما بخش قابل توجه صحبت‌های غلامعلی پور مشخصاً به جمهوری اسلامی و فعالیت‌های منتسب به ایران در سوئد مربوط می‌شد. او در صحبتاش همونطور که شنیدید به مرکز اسلامی امام علی در استکهلم اشاره کرد، از اون نام برد و ادعا کرد که این مرکز به عنوان بستری برای دستگاه اطلاعاتی ایران عمل کرده. خب اینو باید بگم اینجا تاکید کنم و تایید کنم که پلیس امنیت سوئد هم 2 سال پیش این رو رسما اعلام کرد. خب در متن پرسش نیما غلامعلی پور اومده که این پرونده و این مرکز و ارتباطش با دستگاه اطلاعاتی ایرانه. خب غلامعلی پور یک مورد دیگه رو هم اون در صحنه پارلمان مطرح کرد. گفت کمتر از 2 ماه قبل یکی از کارکنان اداره مهاجرت سوئد به دلیل انتقال اطلاعات به یکی از افسران اطلاعاتی جمهوری اسلامی اخراج شده و به گفته او همین فرد در استکهلم داره جشنواره برگزار میکنه و خودش رو هم یک مخالف جمهوری اسلامی معرفی میکنه. استدلال غلامعلی پور این بود که اگه الان قوانین سوئد درست نشه و این خلأ قانونی در واقع برطرف نشه، یعنی اگر فرد یا سازمانی عملاً به نمایندگی از یک دولت خارجی فعالیت کنه الزام عمومی براش نباشه، خب مشخص این رابطه و این ثبت انجام نشه، برای روزنامه نگاران، افکار عمومی و حتی مقام هایی که مثلا درباره کمک های دولتی تصمیم میگیرن ممکنه تصویر کاملی از پشت پرده این سازمان یا انجمن یا اون فرد نداشته باشه. او در پایان هم مشخصا از ایران، چین و روسیه اسم برد و گفت این کشورها نباید بتونن از جامعه مدنی یا نهادهای مذهبی سوئد برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و بی‌ثبات کردن کشور استفاده کنن. اما خب پاسخ وزیر دادگستری این بود که گونار استرومر در واقع
خواست صریح پاسخ بده، پاسخ بله یا خیری مستقیم نداد به این درخواست غلامعلی پور. یعنی نگفت که دولت حتما چنین سیستمی رو ثبت میکنه یا ثبت نخواهد کرد، اما اصل مسئله رو تایید کرد. گفت تهدیدهای قابل توجهی علیه امنیت داخلی سوئد وجود داره و بخشی از این تهدیدها از طرف بازیگران و دولت‌های خارجیه. خب مشخص سال‌هاست جمهوری اسلامی، روسیه و چین جزو دولت‌های متخاصم هستند، دولت‌هایی که عملاً در خاک سوئد دست به ترور، جاسوسی، بمبگذاری و عملیات‌های اینچنینی زدند. برای همین وزیر دادگستری گفت حتما نگاه میکنه که کشورهای دیگه چه راهکارهایی رو انجام دادن، حتما سوئد اون راهکارها رو در سیستم قضایی خودش انجام خواهد داد. متشکرم. مهران عباسیان همکارم که از استکهلم همراه ما بوده. با بالا رفتن نسبی سطح آب دریاچه ارومیه، گردشگرها دوباره به سواحل این منطقه برگشتن. مسافرهای زیادی تو روزهای اخیر برای تماشای دریاچه به این منطقه رفتن. خبرگزاری فارس روز جمعه 23 مرداد ماه تصاویری از این سواحل منتشر کرد. این عکس‌ها حضور دوباره خانواده‌ها و مسافرها رو تو بخش‌هایی از ساحل نشون میده. دریاچه ارومیه تو سالهای گذشته به خاطر خشکسالی و کم شدن منابع آبی با افت شدید سطح آب و یه بحران جدی روبرو بوده. نقشه حرارتی وضعیت انگلستان و اروپا رو نشون میده. طبق این تصاویر، آتش‌سوزی‌های جنگلی تو بریتانیا به سطوح بی‌سابقه‌ای رسیده. این وضعیت هشدار دهنده شدت گرمای منطقه رو به تصویر کشیده. جزئیات بیشتر این اتفاقات تو وبگاه رسمی ایکس منتشر شده. تپه علی الطاهر در جنوب لبنان تحت حملات شدید توپخانه‌ای و هوایی اسرائیل قرار داره. نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان با سفیر آمریکا و رئیس سازوکار نظارت بر آتش‌بس در لبنان دیدار کرده. دفتر نخست وزیری اسرائیل در عکس نوشته ائتلاف اسرائیل و آمریکا شبکه نیابتی جمهوری اسلامی رو تضعیف کرده. پیش از این دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو 2 هفته پیش در دفتر بیضی شکل دیدار کردند. در یه خبر دیگه خبرگزاری هنگاو میگه صدیق کریمی، شهروند اهل بوکان، در پی یورش نیروهای اداره اطلاعات به خونش بازداشت شده. همچنین گزارش شده که از اسفند ماه سال گذشته تا حالا بیش از 60 معلم فعال صنفی مورد اقدام قرار گرفتند. احمد مطهری است، امام جمعه تبریز، تو خطبه‌های نماز جمعه این شهر ادعاهای تازه‌ای کرد. اون میگه تنگه هرمز کاملا تو دست جمهوری اسلامیه و از منافع اقتصادی و سیاسی اون استفاده میکنه. به گفته این مقام، جمهوری اسلامی با این کار دونالد ترامپ رو تو منطقه به عقب نشینی وادار میکنه. مطهری است همچنین گفته که نابودی اسرائیل رو به زودی میبینن. این مقام جمهوری اسلامی تاکید کرده که نیروهای مسلح حکومت کاملا آماده‌اند و از این تنگه دست نمیکشن. دفتر نخست وزیری اسرائیل تو شبکه ایکس یه بیانیه منتشر کرد. به گفته این دفتر، ائتلاف اسرائیل و آمریکا شبکه نیابتی جمهوری اسلامی رو تضعیف کرده. این دفتر میگه دو طرف این ائتلاف الان از همیشه قدرتمندترن و جمهوری اسلامی ضعیفتر شده. مقامات اسرائیل وضعیت فعلی رو زمینه‌ساز مسیرهای تازه برای صلح تو خاورمیانه میدونن و شعار صلح از طریق قدرت رو مطرح کردن. جمهوری اسلامی هر گونه استفاده از پروازهای تجاری برای انتقال نیرو یا تجهیزات نظامی به یمن رو تکذیب کرده. 1 ماه پیش دولت یمن که در شهر عدن مستقره، فرودگاه بین‌المللی صنعا رو هدف قرار داد.
این حمله برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای شرکت ماهان انجام شد. این خبر در واکنش به ادعاهای مربوط به حمایت‌های نظامی از گروه‌های نیابتی در منطقه است. ارتش اسرائیل محمد بسام محمد مشترک که از نیروهای حماس بود تو شمال غزه کشت. این فرد 2 هفته پیش کشته شده. مشت فرمانده یک گروهان تو گردان شاطئ حماس بود. اون تو حمله 7 اکتبر به اسرائیل نفوذ کرد و بعداً تو نگه داشتن گروگان‌ها نقش داشت. از بین گروگان‌هایی که این فرد نگه داشته بود، نام‌های تساچی ایدان، نوآ مارچیانو و ماتان انگراست به چشم می‌خوره. یه مقام ارشد امنیتی لبنان به روزنامه جمهوریه گفته اسرائیل خودش رو واسه تصرف تپه‌های علی‌الطرح در جنوب لبنان آماده می‌کنه. به گفته این مقام، اسرائیل منتظر تایید ایالات متحده است. واشنگتن به بیروت اعلام کرده که نمیتونه به طور کامل جلوی این عملیات رو بگیره. دولت آمریکا از اسرائیل خواسته تا این حمله رو به صورت محدود انجام بده. هدف این درخواست کم کردن تلفات غیر نظامی و جلوگیری از نقض توافق چارچوبه. نیما غلامعلیپور، نماینده پارلمان سوئد، از وزیر دادگستری این کشور توضیح خواست. اون از نفوذ و فعالیت عوامل وابسته به جمهوری اسلامی و بقیه قدرت‌های خارجی تو سوئد پرسید. گونار استرومور، وزیر دادگستری، در پاسخ اینها رو تهدیدهای جدی علیه امنیت سوئد دونست. اون از افزایش نظارت روی منابع مالی خارجی و فعالیت نهادهای دینی خبر داد. مهران عباسیان، خبرنگار ایران اینترنشنال، جزئیات بیشتر این خبر رو دنبال میکنه. مهران عباسیان با ماست از استکهلم. جزئیات بیشتر رو از این جلسه پرسش و پاسخ در پارلمان سوئد از شما بشنویم مهران. ریحانه، این پرسش از طرف نیما غلامعلیپور نماینده پارلمان سوئد مطرح شد و خب خطابش هم به گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد بود. موضوع اصلی این بود که آیا سوئد باید قانونی داشته باشه که افراد، انجمن‌ها یا سازمان‌هایی که به نمایندگی از یک قدرت خارجی فعالیت می‌کنن مجبور باشن این ارتباط رو رسما ثبت و اعلام کنن یا نه. اما بخش قابل توجه صحبت‌های غلامعلیپور مشخصاً به جمهوری اسلامی و فعالیت‌های منتسب به ایران در سوئد مربوط می‌شد. او در صحبتاش همونطوری که شنیدید به مرکز اسلامی امام علی در استکهلم اشاره کرد، از اون نام برد و ادعا کرد که این مرکز به عنوان بستری برای دستگاه اطلاعاتی ایران عمل کرده. خب اینو باید بگم اینجا تأکید کنم و تایید کنم که پلیس امنیت سوئد هم 2 سال پیش این رو رسما اعلام کرد. خب در متن پرسش نیما غلامعلیپور اومده که این پرونده و این مرکز و ارتباطش با دستگاه اطلاعاتی ایرانه. خب غلامعلیپور یک مورد دیگه رو هم اون در صحنه پارلمان مطرح کرد. گفت کمتر از 2 ماه قبل یکی از کارکنان اداره مهاجرت سوئد به دلیل انتقال اطلاعات به یکی از افسران اطلاعاتی جمهوری اسلامی اخراج شده و به گفته او همین فرد در استکهلم داره جشنواره برگزار میکنه و خودش رو هم یک مخالف جمهوری اسلامی معرفی میکنه. استدلال غلامعلیپور این بود که اگه الان قوانین سوئد درست نشه و این خلأ قانونی در واقع برطرف نشه، یعنی اگر فرد یا سازمانی عملاً به نمایندگی از یک دولت خارجی فعالیت کنه الزام عمومی براش نباشه، خب مشخص این رابطه و این ثبت انجام نشه، برای روزنامه‌نگاران، افکار عمومی و حتی مقام‌هایی که مثلا درباره کمک‌های دولتی تصمیم می‌گیرن ممکنه تصویر کاملی از پشت پرده این سازمان یا انجمن یا اون فرد نداشته باشه. او در پایان هم مشخصا از ایران، چین و روسیه اسم برد و گفت این کشورها نباید بتونن از جامعه مدنی یا نهادهای مذهبی سوئد برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و بی‌ثبات کردن کشور استفاده کنن. اما خب پاسخ وزیر دادگستری این بود که گونار استرومر در واقع خواست صریح پاسخ بده، پاسخ بله یا خیری مستقیم نداد به این درخواست غلامعلیپور، یعنی نگفت که دولت حتما چنین سیستمی رو ثبت میکنه یا ثبت نخواهد کرد، اما اصل مسئله رو تایید کرد. گفت تهدیدهای قابل توجهی علیه امنیت داخلی سوئد وجود داره و بخشی از این تهدیدها از طرف بازیگران و دولت‌های خارجیه. خب مشخص سال‌هاست جمهوری اسلامی، روسیه و چین جزو دولت‌های متخاصم هستند، دولت‌هایی که
عملاً در خاک سوئد دست به ترور، جاسوسی، بمبگذاری و عملیات‌های اینچنینی زدن. برای همین وزیر دادگستری گفت حتما نگاه میکنه که کشورهای دیگه چه راهکارهایی رو انجام دادن، حتما سوئد اون راهکارها رو در سیستم قضایی خودش انجام خواهد داد. متشکرم. مهران عباسیان همکارم که از استکهلم همراه ما بودیم. شبکه سیانان از نتایج نظرسنجی در ایالت میشیگان ابراز شگفتی کرده. مایک راجرز، نامزد مورد تایید دونالد ترامپ، با اختلاف 13 امتیازی از عبدالرحمن محمد السید جلو افتاده. CNN عبدالرحمن محمد السید رو ضعیف‌ترین نامزد دموکرات در میشیگان تو این 100 سال اخیر میدونه. این شبکه پیشتازی جمهوری‌خواه بین رأی‌دهنده‌های مستقل و پدیده خیلی غیرمعمول توصیف کرده. تحلیلگرها دلیل این وضعیت رو ضعف کاندیدای دموکرات میدونن. In Senate, Rogers versus El Sayed. Look at this, a new Fox News poll. Rogers is actually up by 4 points. He's up by 4 points. It's close, but a Republican is ahead in Michigan. And why? Why? What is going on? Look among independents. Rogers actually leads by 5. This is extremely unusual because across the political map, as I was looking at these different Fox News polls, I couldn't find another example where the Republican was actually leading among independents. And it turns out that candidate quality may in fact matter, at least in terms of how voters see it, because in this same poll, the Democratic candidate for governor was ahead. So this is unique to the Senate race, and it is quite a troubling result for Democrats and quite a heartening one for Republicans. So do you have a sense then, Harry, of what it is that is contributing to the struggles, right, that Abdul El-Sayed is? Is it that Rogers is a stronger candidate, or is it that El-Sayed has more issues for voters to deal with? It is all about Abdul El-Sayed. He is a weak candidate, at least by the metrics that we normally look at. And you can just take a look here. Okay, the net favorability rating of the Dem Senate candidates across these northern battlegrounds. You'll notice there's only one candidate, Ren, one who has an unfavorable rating higher than his favorable rating, and it is significantly higher. Look how far underwater Abdul El-Sayed is. He is 13 points underwater, under there in Lake Michigan. My goodness gracious. Troy Jackson in Maine, he's at +1. You got Sherrod Brown at +4 in Ohio, and Josh Turek in Iowa way above there at +18 points. This is extremely unusual. Again, across the map, Democrats have done such a good job recruiting candidates who are well-liked by the voters. Again, I looked at all the Fox News polls. All the Democrats were above water except for Abdul El-Sayed, and he is 13 points underwater. This is all about Abdul El-Sayed being a weak candidate, at least in the minds of the voters. And so then just putting that in perspective, too, in the state of Michigan, this is, I mean, you touched on this, right? But this is especially important when you look at things in the state of Michigan. Yeah, okay. So you look at this first slide, right? You see that Mike Rogers is ahead, right, by 4 points. Well, I was interested because I couldn't think of another example where you actually had a Democratic candidate who was down at least 4 points. 4 points in a Senate poll in Michigan, and it turns out for this entire century, Abdul El-Sayed is the only one in a poll that meets CNN standards for publication. This is extremely, extremely, extremely unusual. Abdul El-Sayed breaking records in the ways that you don't want to. In fact, he is the first Democrat down by this much, as I said, in a century since 1994. Now, I will note, obviously, we have a campaign to go, and I think there are different ways you can look at this metric, right? That's مقامات دفاعی اسرائیل از سرعت بازسازی توان نظامی جمهوری اسلامی غافلگیر شدند. به گزارش روزنامه اورشلیم پست، ارتش اسرائیل اهداف و میزان خسارت‌های وارد شده به صنایع دفاعی حکومت را ارزیابی کرده. ارتش اسرائیل و سازمان موساد در این موضوع با هم نظرند. معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست یک گزارش تازه منتشر کرد. بر اساس برآوردهای اولیه، آلودگی نفتی 3.2 هکتار از سواحل و 9 هکتار از آبهای ساحلی قشم رو درگیر کرده. به گفته این مقام، سواحل سوزا و شیب دراز و نقاشه، محدوده جنگل‌های حرا و بخش‌هایی از جزیره هنگام از مناطق آلوده‌اند. منشأ این آلودگی دریایی بوده و جریان‌های آب و بادهای موسمی باعث انتقال نفت به سواحل شدند. عملیات پایش و کنترل و پاکسازی مناطق آلوده همین حالا هم ادامه داره. قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای سهیل عربی پرونده تشکیل داده. دلیل این پرونده کمک‌های انسان‌دوستانه به خانواده‌های معترضان و مجروحانه. جلسه محاکمه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران و با قضاوت ایمان افشاری برگزار شده. اتهام سهیل عربی، اجتماع و تبانیه. مبنای این اتهامات
گزارش‌های قرارگاه سارالله و حمایت از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه بوده. سهیل عربی میگه بیش از نیمی از این افراد هیچ سابقه سیاسی یا بازداشتی نداشتن. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از حمایت رسمی از بنیامین نتانیاهو خودداری میکنه. به بگاه اکسیوس این خبر رو در حالی منتشر کرده که کارزار انتخاباتی نتانیاهو در حال تزلزله. به گفته یک مقام آمریکایی، نتانیاهو در یک گفتگو مکث کرد